сураи моида дар Мадина нозил шуд 120 оят аст. Бисмиллахир рахманир рахим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. Я айюҳаллазина аману awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ای مومنان، با پیمان ها وفا کنید، یعنی پیمانی که با خدا در رعایت احکام او بستید. چهارپایان انعام یعنی شتر و گاو و گوسفند، این سه قسم را انعام گویند و حلال است. برای شما حلال کرده شده است مگر آنچه بر شما خوانده خواهد شد، یعنی تفصیلاتش بعدتر خواهد آمد. در حال احرام شکار را حلال مدارید، به درستی که خدا آنچه میخواهد حکم میکند. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ای مومنان، حرمت نشانه های خدا را و ماه حرام را، یعنی در رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم جنگ نباید کرد و قربانی را و آنچه در گردن آن قلاده می اندازند، یعنی طوق یا گلوبنده است که در گلوی حیوان قربانی به طور نشان می بستند و قصد کنندگان بیت الحرام را که از پروردگار خود فضل و خوشنودی می طلبند مشکنید، یعنی به حاجیان و عمره کنندگان دست درازی نباید کرد. و چون از احرام بیرون برآمدید پس شکار کنید و دشمنی گروه به سبب آن که شما را از مسجد الحرام باز داشتند شما را بر تجاوز کردن از حد وادار نکند، یعنی پیش از فتح مکه و پیش از آن که مسلمان شوید و بر نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر مدد کنید و بر گناه و ستم با یکدیگر مدد نکنید و از خدا بترسید، به درستی که عقوبت خدا سخت است. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. бар шумо ҳаром карда шуд мурдор ва хун, яъне хуни рехташуда ва гӯшти хук ва он чӣ ба вақти забҳи ӯ номи ғайри худо ёд карда шавад ва он чӣ ба хафа кардан мурда бошад ва он чӣ ба задан мурда бошад ва он чӣ аз ҷои баланд афтода бимирад ва он чӣ ба шох задан мурда бошад ва он чӣ дар ранда хӯрда бошад, ба ҷуз он чӣ баъд аз ин офатҳо забҳ карда бошед ва низ ҳаром карда шуд. он чӣ бар нишонаҳои маъбудони ботил забҳ шуда бошад, яъне тирҳои бепар ки дар ҷоҳилият бо он фол медиданд ва дар асоси он шутурон харида гӯшти онро ба фақирон тақсим мекарданд. ин ҳама фисқ аст. кофирон имрӯз аз дини шумо ноумед шуданд. пас аз онҳо матарсед ва аз ман битарсед. имрӯз барои шумо дини шуморо комил кардам ва неъмати худро бар шумо тамом кардам ва исломро барои шумо дин ихтиёр кардам. пас ҳар кӣ дар гуруснагӣ ночор шавад ва ба гуноҳ моил набошад, ҳамоно худо омӯрзандаи меҳрубон аст. яъне дар гуруснагӣ хӯрдани мурдор ҷоиз аст ва ин охирин ояти қуръон аст. баъд аз ин ҳеҷ оят нозил нашуд. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. аз ту мепурсанд чӣ чиз барояшон ҳалол карда шуд? бигӯ, бароятон ҳалол карда шуд покизаҳо, яъне он чӣ табиати инсон покиза донад ва он чӣ ки онро аз ҷонварони шикорӣ омӯхта бошед, дар ҳолате ки шумо омӯзгор бошед. ба инҳо баъзеи он чиро меомӯзед ки худо ба шумо омӯхтааст. пас он чиро бихӯред ки барои шумо нигоҳ доштаанд, яъне нахӯрда ва барои хӯрдани худ надарида бошанд ва бар он номи худоро ёд кунед, яъне наздики равон кардани ҷонварони шикорӣ, ва аз худо битарсед, ба дурустӣ ки худо зуд ҳисобкунанда аст. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. имрӯз покизаҳо барои шумо ҳалол карда шуд ва таоми аҳли китоб барои шумо ҳалол аст ва таоми шумо барои онҳо ҳалол аст. ҳамчунин бароятон ҳалол аст занони покдоман аз муъминон ва занони покдоман аз касоне ки пеш аз шумо китоб дода шуданд. агар маҳрашонро ба онҳо бидиҳед, аз роҳи порсоӣ, на шаҳватронӣ ва на пинҳонӣ дӯст гирифтан, ва ҳар ки имонро инкор кунад, пас амалаш нобуд шавад ва ӯ дар охират
از زیانکاران است. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ای مؤمنان، چون به نماز برخیزید، روی و دستهای خود را تا آرنج بشویید و سر خود را مسح کنید و پایهای خود را تا شتالنگ بشویید و اگر با جنابت باشد پس غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشد یا یکی از شما از خلا جای بیاید یا زنان را میساز کرده باشد یعنی خلوت کرده باشد و آب را نیابید پس قصد خاک پاک تیمم کنید و از آن خاک روی خود و دستهای خود را مسح کنید. خدا نمیخواهد که بر شما مشقت مشروع کند ولیکن میخواهد که شما را پاک سازد و بر شما نعمت خود را تمام کند تا شود که شکرگزاری کنید. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. نعمت خدا را برخیش و پیمان خدا را که با شما بسته است یاد کنید. آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمانبرداری کردیم و از خدا بترسید، به درستی که خدا بر آنچه در سینه ها باشد داناست. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان، برای خدا قیام کننده و براستی گواه دهنده باشد و دشمنی قوم شما را بر ترک عدل وادار نکند. عدل کنید. عدل به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا بترسید، به درستی که خدا به آنچه میکنید آگاه است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
خدا به کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آمرزش و مزد بزرگ وعده کرده است. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. و کسانی که کافر شدند و آیاتهای ما را به دروغ نسبت کردند اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای مؤمنان، نعمت خدا را بر خویشتن یاد کنید آنگاه که قوم قصد دست درازی به سوی شما کردند، پس دستهایشان را از شما باز داشت و از خدا بترسید و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. و به درستی که خدا پیمان بنی اسرائیل را گرفت و از آنها 12 سردار معین ساختیم و خدا گفت من با شمایم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به پیغمبران من ایمان آورید و آنها را یاری کنید و خدا را قرض نیک دهید، البته از شما گناهانتان را نابود سازم و البته شما را به بوستان‌های درآرم که زیر آن جایها می رود و هر کی از شما بعد از آن کافر شود پس بیشک راه راست را گم کرده است. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پس به سبب پیمان خویش را شکستنشان آنها را لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. کلمه ها را از جایهایشان تحریف میکردند، یعنی تغییر میدادند و حصه را از آنچه به آن پند داده شدند فراموش کردند و همیشه به خیانت از آنها مگر اندکی از آنها آگاه میشوی، پس آنها را عفو کن و از آنها درگذر، به درستی که خدا نیکوکاران را دوست می دارد.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. و از کسانی پیمان گرفتیم که گفتند ما نصرانی هستیم و حصه را از آنچه به آن پند داده شدند فراموش کردند. پس در میان آنها تا روز قیامت دشمنی و کینه برانگیختیم و خدا آنها را از آنچه میکردند خبر خواهد داد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ای اهل کتاب، با درستی که پیغمبر ما به سوی شما آمد برای شما بسیاری را از کتاب، یعنی از کتاب الهی که پنهان می داشتید بیان می کند و از تقصیرات بسیاری درگذر می کند. با درستی که از جانب خدا نور و کتاب روشن به شما آمد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. خدا به سبب آن هر کس را که طلب رضای او کند به سوی راه‌های نجات دلالت می نماید و آنها را به اراده خود از تاریکی به سوی روشنی بیرون می آورد و آنها را به سوی راه راست هدایت می کند. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر. با درستی کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است کافر شدند. بگو پس کیست که از اراده خدا چیزی را دیگر کند؟ اگر بخواهد عیسی پسر مریم و مادرش و آنان که در زمینند همه را یک جا هلاک کند و پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در میان این هر دو است از آن خداست. هرچی می خواهد می آفریند و خدا بر همه چیز تواناست. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. یهودیان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان اویم، یعنی خدا را پدر خود می گفتند. بگو پس چرا شما را بر گناهتان عذاب می کند؟ بلکه شما آدمیانید، از جنس آنچه پیدا کرده است. هر کی را خواهد می آمرزد و هر کی را خواهد عذاب می کند. و پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در میان این هر دو باشد از آن خدا است و بازگشت به سوی او است. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ای اهل کتاب، به درستی که پیغمبر ما نزد شما آمد در حالت فترت پیغمبران، یعنی بعد عیسی علیه السلام بجز پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام هیچ پیغمبر فرستاده نشد. برای شما حق را بیان میکند تا نگویید که هیچ مژده دهنده و بیم کننده نزد ما نآمد. آره، به درستی که مژده دهنده و بیم کننده نزد شما آمده است و خدا بر همه چیز تواناست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. و چون موسی به قوم خود گفت ای قوم من، نعمت خدا را بر خویش یاد کنید، آنگاه که در میان شما پیغمبران را پیدا کرد و شما را پادشاه ساخت و به شما آنچه را داد که به هیچ کس از عالمیان نداد، یعنی معجزات بزرگ. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم من، به زمین پاک که آن را خدا برای شما مقرر ساخته است درآیید و به سمت پشت خود روگردان مشوید، یعنی فرار نکنید که آنگاه زیانکار گردید. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. گفتند ای موسی، به درستی که آنجا گروه زورآور هستند و ما آنجا هرگز داخل نشویم تا آنکه آنها از آنجا بیرون آیند. پس اگر آنها از آنجا بیرون شوند، همانا ما درآییم.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دو مرد از اهل تقوا که خدا بر آنها انعام کرده بود گفتند از راه دروازه بر آنها درآیید و چون به دروازه در آمدید پس همانا شما غالب باشید و اگر مؤمن هستید به خدا توکل کنید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. گفتند ای موسی مادام که آنها در آن جایند ما هرگز در این زمین ندرآییم. پس تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید همانا ما در اینجا نشسته ایم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. گفت ای پروردگار من به جز بر خود و برادر خود به کسی مالک نیستم، یعنی هارون علیه السلام. پس میان ما و میان گروه گناهگاران جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خدا گفت آن سرزمین بر آنها 40 سال حرام کرده شده است، یعنی حکم کردیم که 40 سال به آن زمین وارد نشوند. در زمین سرگردان می شوند، پس بر گروه ستمکاران اندوهناک مباش. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. و خبر دو پسر آدم را براستی برای آنها بخوان، چون قربانی را نیازی حق کردند. پس از یک قبول کرده شد و از دیگری قبول کرده نشد. یعنی هابیل نیکوترین گوسفند به نیاز برد، از غیب آتش آشکار شد و فرو برد، و قابیل بدترین گندم پیش آورد و آتش نیازش را قبول نکرد و این سبب حسد شد. گفت یعنی هابیل جز آن نیست که خدا از پرهیزگاران قبول میکند. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دست خود را هرگز به سوی تو دراز نکنم تا تو را بکشم. به درستی که من از خدا پروردگار عالمیان می ترسم. اینی اريد ان تبوء بإثمی و إثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. من میخواهم که هم گناه مرا و هم گناه خود را ببری و از اهل دوزخ باشی
و این جزای ستمگران است. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. پس نفس او کشتن برادرش را در نظر او سهل ساخت و او را بکشت و از زیانکاران شد. یعنی بعد کشتن ندانست که چگونه دفن کند. جثه او را بر پشت نهاده میگشت. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پس خدا زاغی را فرستاد که در زمین میکافت تا به او بنمایاند چگونه تن مردار برادر خود را بپوشد. گفت ای وای بر من، آیا از آن هم عاجز شدم که مانند این زاغ باشم و تن مردار برادر خود را بپوشم؟ و از پشیمان شدگان گردید. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بسبب این حادثه بر بنی اسرائیل حکم کردیم که هر کی کسی را به غیر عوض کسی و به غیر فساد، یعنی راهزنی و مرتد شدن، در زمین بکشد، پس چنان است که همه مردم را یک جا کشته باشد. و هر کی سبب زندگانی کسی شود، پس چنان است که همه مردم را یک جا زنده ساخته باشد. و به درستی که پیغمبران ما با نشانه های روشن به آنها آمدند، یعنی به بنی اسرائیل. باز هم بسیاری از آنها بعد از این در زمین تجاوز کنندگانند. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جزای کسانی که با خدای و رسول او جنگ میکند و در زمین به قصد فساد میشتابند، جز این نیست که کشته شوند، یعنی راهزنی میکنند، یا بردار کرده شوند، یا دستها و پایهای آنها از جانب مخالف بریده شود، یعنی دست راست و پای چپ، یا از وطن دور کرده شوند. این رسوایی آنها در دنیا است و در آخرت برای آنها عذاب عظیم هست.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحیم. مگر کسانی که پیش از آن که شما بر آنها دست یابید توبه کنند. یعنی حد ساقط است اما حقوق آدمیان ساقط نیست. پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و به سوی او نزدیکی جویید و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. اگر هر آنچی در زمین است همه یک جا همراه با مانند آن به دست کافران باشد و همه را برای نجات از عذاب روز قیامت به عوض خود دهند، هرگز از آنها قبول کرده نشود و برای آنها عذاب درد دهنده است. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقیم. میخواهند که از دوزخ بیرون روند ولی آنها از آن بیرون آینده نیستند و برای آنها عذاب دائم هست. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. و دست مرد دوست و زن دوست را به جزای آنچه به عمل آوردند ببرید. این عبرت است از طرف خدا و خدا غالب دانا است. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم. هر کی بعد ستم خود توبه کند و کاری شایسته به عمل آورد پس خدا به وی به رحمت باز می‌گردد. به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا ندانسته ای که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کی را خواهد عذاب میکند و هر کی را خواهد میآمرزد و خدا بر همه چیز توانا است. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا
تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیغمبر، کسانی که در کفر سعی میکنند تو را اندوهگین نکنند، چی از آنان که به دهان خویش گفتند، یعنی با زبان خویش، ایمان آوردیم و دل آنها ایمان نآورده است، چی از قوم یهود، آنها سخن دروغ را شنوندگانند، یعنی معتقدی آن شدند. شنوندگانند برای گروه دیگر که پیش تو هنوز نآمدند، یعنی جاسوسان حربیانند. کلمه ها را بعد ثبوت آنها در جایهایشان تحریف می کنند و می گویند اگر به شما این حکم داده شود، یعنی حکم تحریف یافته، قبول کنید و اگر آن را داده نشود پس دوری کنید. برای کسی که خدا گمراهی او را اراده کرده است، تو نمی توانی از خدا چیزی از هدایت آنها بکنی. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته است دلهایشان را پاک کند. برای آنها در دنیا رسوایی و در آخرت عذاب بزرگ است. سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. آنها شنوندگان سخن دروغند، خورندگان حرامند، یعنی خورندگان رشوه‌اند. اگر پیش تو بیایند، میان آنها حکم کن یا از آنها روی بگردان، و اگر از آنها روی بگرداندی به تو هیچ زیانی نرسانند، و اگر حکم کنی پس در میان آنها به انصاف حکم کن، به درستی که خدا عدل کنندگان را دوست می دارد. و کیف یحکمونک وعندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. و چگونه تو را حکم گردانند حال آن که نزد آنها تورات است که در آن حکم خدا است، باز بعد از این روی می گردانند، آنها مؤمن نیستند. یعنی اگر مقصد آنها طلب رضای خدای تعالی می بود، موافق تورات عمل می کردند، لیکن غرضی فاسد داشتند. أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. با درستی که ما تورات را فرود آوردیم، در آن هدایت و روشنی است. پیغمبرانی که به حکم الهی گردن نهادند، با آن برای یهودیان حکم میکردند و خداپرستان و علما با آنچه از کتاب خدا که حافظ آن گردانیده شدند و بر آنها گواه بودند
یعنی قطعا معلوم کرده بودند که حکم الهی است. همه حکم میکردند. پس از مردم مترسید و از من بترسید و آیت‌های مرا به بهای اندک خرید مکنید و کسانی که به آنچه خدا فرو فرستاده است حکم نکنند همانا گروه کافرانند. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. و در تورات برای یهودیان لازم ساختیم که شخص به عوض شخص یعنی عوض آن باید کشت، با چشم به عوض چشم و بینی به عوض بینی و گوش به عوض گوش و دندان به عوض دندان و زخمها را عوض قصاص است. پس هر کی آن قصاص را عفو کند این عفو وی را کفارت است. و کسانی که به آنچه خدا فرو فرستاده است حکم نکنند همانا گروه ستمگارانند. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. و سپس در پی این پیغمبران عیسی پسر مریم را فرستادیم. او تصدیق کننده آنچه از تورات بود که در پیش خود داشت و به او انجیل دادیم. در آن هدایت و روشنی است و تصدیق کننده آنچه از تورات بود که پیش وی است و برای پرهیزگاران هدایت و پند است. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. و باید که اهل انجیل با آنچه خدا در آن فرو فرستاده است حکم کنند و کسانی که با آنچه که خدا فرو فرستاده است حکم نکنند همانا گروه بدکارانند. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. و کتاب را براستی به سوی تو فرو فرستادیم
тасдиқ кунандаи он чӣ аз китоб ки пеши вай аст ва нигаҳбон бар вай, пас бо он чӣ Худо фурӯ фиристодааст дар миёни онҳо ҳукм кун ва он чиро ки аз ҳукми илоҳӣ ба ту омад вогузошта хоҳиши онҳоро пайравӣ макун. барои ҳар гурӯҳе аз шумо шариате ва роҳе муқаррар сохтаем ва агар Худо мехост шуморо як уммат мегардонид, валекин хост ки дар он чӣ ба шумо додааст шуморо биозмояд. пас ба сӯи некӯкорӣ бишитобед. бозгашти ҳамаи шумо якҷо ба сӯи Худо аст. пас аз он чӣ дар он ихтилоф мекардед ба шумо хабар медиҳад. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. و میان آنها با آنچه خدا فرود آورده است حکم کن و خواهش آنها را پیروی مکن و از آنها حذر کن، از آن که مبادا تو را از بعضی آنچه خدا به سوی تو فرو فرستاده است فریب دهند و اگر روی بگرداندند، پس بدان که خدا می‌خواهد آنها را به سبب بعضی گناهانشان عذاب کند و همانا بسیاری از مردم بدکارانند. افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا حکم جاهلیت را می‌خواهند و برای قومی که یقین دارند؟ کیست که حکم او از حکم خدا خوبتر باشد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای مؤمنان، یهودیان و نصرانیان را دوست مگیرید. آنها دوست یکدیگرند و هر کی از شما آنها را دوست دارد پس همانا او از جمله آنها است. به درستی که خدا گروه ستمگران را راه نمی نماید. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. پس کسانی را می‌بینی که در دلهایشان بیماری است، یعنی منافقی، در دوستی آنها سعی می‌کنند، یعنی دوستی با یهودیان و نصرانیان، و میگویند از آن میترسیم که به مایان مصیبت برسد، یعنی احتمال دارد که شکست بر اهل اسلام افتد، پس موافقت با دشمنان مصلحت است و نزدیک است که خدا از نزد خود فتح یا چیز دیگر را بیارد. آنگاه بر آنچه در دل خویش نهان داشتند پشیمان شوند. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء
الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. و مؤمنان میگویند، یعنی در روز قیامت، آیا اینها همان کسانند که با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا قسم خوردند که البته همراه شما اند؟ عملهایشان نابود شد و خود زیانکار گشتند. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. ای مؤمنان، هر که از شما از دین خود برگردد، پس خدا گروه را خواهد آورد که آنها را دوست می دارد و آنها او را دوست می دارند. برای مؤمنان نرم دلند، بر کافران دروش طبعند، در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت کننده نمی ترسند. این بخشایش خدا است، آن را به هر کی خواهد می دهد و خدا فراخ نعمت دانا است. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جز این نیست که دوست شما خدا و رسول او و مؤمنانی اند که نماز را برپا می دارند و زکات را می دهند در حالی که آنها رکوع کنندگانند. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و هر کی با خدا و رسول او و مؤمنان دوستی کند، پس به درستی که گروه خدا همانا غالبند. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ای مؤمنان، کسانی را که دین شما را به تمسخر و بازی گرفتند، از کسانی که به آنها پیش از شما کتاب داده شد، و کافران را دوست مگیرید و اگر مؤمن هستید از خدا بترسید. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. و چون به سوی نماز ندا کنید، آن را به تمسخر و بازی گیرند، یعنی به از آن استهزا کنند. این به آن سبب است که آنها قوم بی‌عقلند. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا
أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بگو ای اهل کتاب، آیا بر ما عیب میگیرید مگر آن را که به خدا و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه پیش از ما فرو فرستاده شده است ایمان آورده ایم و مگر آن که بیشتر شما بدکارانید؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بگو آیا به شما از کسانی خبر دهم که نزد خدا جزای بدتر داشته باشند؟ کسانی اند که خدا آنها را لعنت کرده است و بر آنها خشم گرفته است و آنها را بوزینگان و خوکان گردانیده است و کسانی اند که معبود باطل را پرستیدند، آنها جایگاهی بدتر دارند و از راه راست گمراه ترند. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. و چون پیش شما بیایند گویند ایمان آوردیم، حال آن که با کفر در آمدند و آنها با کفر بیرون رفتند و خدا به آنچه پوشیده می دارند داناتر است. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. از آنها بسیاری را می بینی که به گناه و بیدادی و حرام خوردن خود شتاب می کنند. هر آینه به چیزی است که به عمل آوردند. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا خداپرستان و دانشمندان آنها را از دروغ گفتن و حرام خوردن من نمی کنند؟ هر آینه به چیزی است که می کنند. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. و یهودیان گفتند دست خدا به گردن بسته است، یعنی بخیلی خسیسی دارد. دستهایشان بسته باد و به سبب آنچه گفتند لعنت کرده شدند، بلکه دو دست او گشاده است، یعنی بغایت سخی است. هر گونه بخواهد خرج می کند و آنچه به سوی تو از پروردگار تو فرو فرستاده شد
طغیان و کفر بسیاری از آنها را البته بیفزاید و در میان آنها، یعنی در میان فرقه های یهودیان، تا روز قیامت دشمنی و بغض افکندیم و هرگاه که آتش را برای جنگ برمی افروزند، خدا آن را فرو می نشاند و آنها در زمین به فساد می شتابند و خدا فسادکاران را دوست نمی دارد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند، از آنها گناهانشان را نابود می ساختیم و آنها را به بوستان‌های با نعمت می درآوردیم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. و اگر آنها حکم تورات و انجیل و آنچه را که از پروردگارشان به سوی آنها فرو فرستاده شده است، یعنی کتاب‌های دیگری سابقه، برپا می داشتند، از بالای خود و از زیر پایهای خود روزی می خوردند. از آنها گروه راسترو هست، ولی بسیاری از آنها آنچه می کنند بد چیزی است. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیغمبر، آنچه را که از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آورده شده است به مردم برسان و اگر چنین نکنی پیغام خدا را نرسانیده باشی، خدا تو را از مردم نگاه می دارد. به درستی که خدا گروه کافران را راه نمی نماید. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بگو ای اهل کتاب، شما بر چیزی نیستید تا آنکه حکم تورات و انجیل و آنچه را که از پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است برپا کنید، یعنی قرآن و کتاب‌های دیگری آسمانی، و آنچه به سوی تو از پروردگار تو فرو فرستاده شد، یعنی قرآن، طغیان و کفر بسیاری از آنها را البته بیفزاید. پس بر قوم کافران اندوهگین مشو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا از ایمان آوردگان و یهودیان و سابییان و نصرانیان، هر کی به خدا و روز آخر ایمان آورد و کاری شایسته کند، بر آنها هیچ ترس نیست و آنها اندوهگین نشوند.
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ба дурустӣ ки паймони бани исроилро гирифтем ва ба сӯи онҳо пайғамбаронро фиристодем. ҳар гоҳ ки пайғамбаре ба онҳо чизе меовард ки нафси онҳо дӯст намедошт, гурӯҳеро ба дурӯғ нисбат мекарданд ва гурӯҳеро мекуштанд. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. و پنداشتند که هیچ عقوبت نخواهد بود. پس کار و کار شدند. آنگاه خدا به آنها به رحمت بازگشت. یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را فرستاد. پس باز بسیاری از آنها کار و کار شدند و خدا به آنچه میکنند بینا است. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. همانا کسان کافر شدند که گفتند خدا همان عیسی پسر مریم است و عیسی گفته بود ای بنی اسرائیل خدا را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید. به درستی کسی که برای خدا شریک مقرر می کند خدا بهشت را بر وی حرام کرده است و جای او دوزخ است و ستمگران را هیچ یاری دهنده نیست. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. همانا کسان کافر شدند که گفتند خدا سوم سه کس است. یعنی با اعتقاد نصرانیان در مرتبه الوهیت سه کس هستند، یکی خدا و دیگری عیسی و سوم روح القدس و هیچ خدای نیست مگر خدای یگانه و اگر از آنچه میگویند باز نمانند به کسانی که از آنها کافر شدند عذابی در دهنده خواهد رسید. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم. آیا به سوی خدا رجوع نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند و خدا آمرزنده مهربان است. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. عیسی پسر مریم جز پیغمبر بیش نبود. پیش از وی نیز پیغمبران گذشتند
و مادر او زن بسیار راستگو بود. هر دو طعام می‌خوردند. ببین چگونه نشانه ها را برای آنها بیان می‌کنیم. باز ببین چگونه از حق گردانیده می‌شوند. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. بگو آیا بجز خدا چیزی را عبادت میکنید که برای شما زیان و سود رسانیده نمیتواند و خدا شنوای دانا است. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای اهل کتاب به ناحق در دین خود از حد مگذرید و خواهش نفس قوم را پیروی مکنید که پیش از این گمراه شدند و مردم بسیاری را گمراه کردند و از راه راست کجروی کردند. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. کافران از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت کرده شدند. این به سبب آن است که نافرمانی میکردند و از حد میگذشتند. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. از آن عمل زشت که انجام دادند یکدیگر را منع نمی‌کردند. هر آینه بد چیزی است که می‌کردند. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بسیاری از آنها را می‌بینی که با کافران یعنی مشرکان دوستی می‌کردند و به درستی بد چیزی است آنچه برای خود پیش فرستادند، آنکه خدا بر آنها خشم گرفت و آنها در عذاب جاویدانند. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. و اگر به خدا و پیغمبر و آنچه به سوی وی فرود فرستاده شده است ایمان می آوردند، البته مشرکان را دوست نمی گرفتند، ولیکن بسیاری از آنها فاسقانند. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. همان یهودیان و مشرکان را سخت‌ترین مردم در عداوت مؤمنان بیابی و همان کسانی را نزدیکترین مردم در دوستی مؤمنان بیابی که گفتند ما نصرانی هستیم.
این به سبب آن است که از آنها دانشمندان و گوشه‌نشینان هستند و از آن است که آنها تکبر نمی کنند. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. و چون آنچه را که بر پیغمبر فرو فرستاده شد بشنوند، ببینی چشمهایشان اشک می‌ریزد. با سبب آنچه از حق شناختند میگویند ای پروردگار ما، ایمان آوردیم، پس ما را با شاهدان بنویس، یعنی جماعتی که کاملترین امت باشند. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. چرا ما به خدا و آنچه از دین راست به ما آمده است ایمان نآوریم و در آن طمع نکنیم که پروردگار ما با قوم صالحان ما را به بهشت داخل کند. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. پس برای این سخن که گفتند خدا به آنها پاداش نیکو داد، بستان‌هایی که زیر آن جایها می رود در آنجا جاویدانند. این است جزای نیکوکاران. والذین کفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. و کسانی که کافر شدند و آیات‌های ما را دروغ داشتند همانا اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ای مؤمنان، چیزهای پاکیزه را که خدا بر شما حلال ساخته است حرام مکنید و از حد مگذرید، به درستی که خدا از حد گذرندگان را دوست نمی دارد. و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. و از هر چیزی حلال و پاکیزه که خدا به شما روزی داده است بخورید و از آن خدا که شما به وی ایمان آورده اید بترسید. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خدا در سوگندهای بیهوده‌تان از شما بازخواست نمی کند، ولیکن به سبب بستن سوگندها از شما بازخواست می کند و کفارت آن طعام دادن به 10 مسکین است از جنس میانه که آن را به اهل خود می خورانید،
یا به آنها پوشش دادن یا آزاد کردن برده و هر کی نیابد باید 3 روز روزه دارد. این کفارت سوگندهای شما است، چون سوگند خورید، یعنی اگر سوگند را شکستید و سوگندهای خود را نگاه دارید، یعنی تا می توانید سوگند را نشکنید. خدا آیتهای خود را برای شما همچنین بیان می کند تا بود که شکر کنید. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، جز این نیست که خمر و قمار و نشانه های معبودان باطل و تیرهای فال پلید و از کردار شیطان است. پس از وی دوری کنید تا بود که رستگار شوید. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جز این نیست که شیطان می خواهد به سبب خمر و قمار در میان شما دشمنی و ناخوشی بیندازد و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا الحال شما باز ایستادید؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. و خدا و پیغمبر را فرمانبرداری کنید و بترسید و اگر رو گرداندید پس بدانید که بر پیغمبر ما بجز پیغام رسانیدن آشکارا چیز نیست. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بر کسانی که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند در آنچه خوردند گناه نیست، چون پرهیزگاری کردند و ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، باز پرهیزگاری کردند و ایمان آوردند، باز پرهیزگاری کردند و نیکوکاری نمودند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنان، هر آینه خدا به چیزی از شکار که در دسترس و نیزرس شما است شما را می آزماید تا خدا کسی را معلوم کند که از وی غایبانه می ترسد. پس هر کی بعد از این بیدادی کند او را عذاب درد دهنده است. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام. ای مؤمنان، چون احرام بسته باشد صید را مکشد و هر کی از شما به قصد آن را بکشد پس جزا واجب است و آن جزا از جنس چهارپایان مانند حیوان دهد که آن را کشته است، به شرطی که دو صاحب عدالت از شما به آن حکم کنند و آن چهارپای قربانی باید به کعبه رسیده باشد، یا آن جزا کفارت است طعام دادن بینوایان یا برابر آن روزه داشتن تا جزای کردار خود را بچشد. خدا از آن چی گذشت عفو کرده است و هر کی باری دیگر کند خدا از وی انتقام میگیرد و خدا غالب صاحب انتقام است. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. شکار دریا و خوردن آن برای شما حلال کرده شد تا برای شما و برای قافله منفعت باشد و تا وقتی که احرام بسته باشد شکار بیابان بر شما حرام کرده شد و از آن خدا که به سوی وی حشر کرده خواهد شد بترسید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. خدا کعبه خانه بزرگوار را و نیز ماه حرام و حیوان قربانی و حیوان قلالتدار را سبب انتظام امور مردم گردانید. این برای آن است تا بدانید که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است می‌داند و خدا به همه چیز دانا است. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. بدانید که خدا سخت عقوبت است و بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بر پیغمبر بجز رسانیدن پیغام چیزی نیست و آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را که پنهان میکنید خدا میداند. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بگو پلید و پاک برابر نیست اگرچه بسیاری پلید تو را در عجب آرد. پس ای صاحب خیردان از خدا بترسید
تا بود که رستگار شوید. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ای مؤمنان، از آن چیزهای سوال مکنید که اگر حقیقت آنها پیش شما آشکار کرده شود شما را غمگین کند و اگر وقتی که قرآن فرود آورده می شود و درباره آنها سوال کنید البته برای شما روشن کرده می شود. خدا از آن سوالها عفو کرد و خدا آمرزنده بردبار است. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قوم پیش از شما از مثل آن چیزها سوال کرده بودند سپس به سبب آنها کافر شدند. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. خدا برای بحیره و سایبه و وسیله و حامی حکم مقرر نکرده است. یعنی اهل جاهلیت احکام چند اختراع کرده بودند و در آنها به قول گذشتگان خود پیروی می نمودند. از جمله بحیره و آن مادر شتوری است که او را برای بوتان مقرر می کردند و شیر آن را به کسی نمی دادند. سایبه حیوانی که برای بوتان می گذاشتند و بر پشت او بار نمی نهادند. وسیله مادر شتوری است که بار یکم در اولی عمر شتوری ماده زاید. بعد از آن به واسطه دیگر بار ماده زاید. پس آن را برای بوتان می گذاشتند. حامی شتوری نری که چون از آن چند بچه می گرفتند. او را از سواری و غیر آن آزاد می داشتند. اسلام همه این را باطل کرد. ولیکن کافران بر خدا دروغ می بندند و بسیار از آنها به عقل در نمی یابند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و چون به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا فرستاده است و به سوی پیغمبر بیاید گویند برای ما آنچه که پدران خود را بر آن یافته ایم بس است و اگرچه پدرانشان چیزی نمی دانستند و راه نمی یافتند. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ای مؤمنان، خویشتن را محافظت کنید. اگر شما راه یافته باشید کسی که گمراه شد به شما ضرر نمی رساند. بازگشت همه شما یک جا به سوی خدا است. پس از آن چی عمل می کردید شما را خبر می دهد.
يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ای مؤمنان، چون مرگ به یکی از شما فرا رسد، نصاب شهادت در میان شما وقت وصیت دو صاحب عدالت از میان خودتان یا غیر خودتان می باشند. اگر در زمین سفر کرده باشد و به شما مصیبت مرگ فرا رسیده باشد، اگر شک داشته باشد، آنها را بعد از نماز یعنی نماز عصر باز دارد تا به خدا قسم خورند که به عوض آن بهای دنیا را خرید نمی کنیم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. و اگر معلوم شود که این دو گواه گناه کردند، پس به جای آنها دو کسی دیگر که اولاتر و از جمله آنهای باشد که حقشان پوشیده شد، یعنی به سبب گناه آن دو گواه اولی که دروغ گواهی دادند و دروغ قسم خوردند بیستند و به خدا سوگند خورند که گواهی ما از گواهی آن دو درست‌تر است و از حد تجاوز نکنیم، به درستی که آنگاه ما از ستمگاران باشیم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. این روش به آن نزدیکتر است که گواهی را بر وجه خود بیارند، یعنی بر وجهی که در گواهی دادن ضرور است، یا از آن بترسند که بعد سوگندهایشان سوگندها رد کرده شود و از خدا بترسید و حکم او را بشنوید و خدا گروه فاسقان را راه نمی نماید. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. آن روز که خدا پیغمبران را جمع کند پس بگوید شما را چی ثواب داده شد؟ گویند ما را هیچ دانش نیست، به درستی که داننده امور پنهانی تو هستی. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. آن وقت که خدا گوید ای عیسی پسر مریم نعمت مرا بر خویش و بر والده خویش یاد کن چون تو را بر روح القدس قوت دادم در گهواره و در بزرگسالی با مردم سخن می گفتی و چون کتاب و دانش و تورات و انجیل به تو آموختم و چون به حکم من از گیل مانند شکل مرغ پیدا می کردی و در وی می دمیدی و به حکم من مرغ می شد و به حکم من کور مادرزاد و پس را به می کردی و مردگان را به حکم من زنده بیرون می آوردی یعنی از گور زنده بر می آوردی و چون از تو شر بنی اسرائیل را باز داشتم آنگاه که برای آنها معجزه ها آوردی و از میان آنها کافران گفتند این بجز سحر آشکارا چیز نیست. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. و چون به سوی حواریان الهام فرستادم که به من و به پیغمبر من ایمان آورد گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم یعنی مخاطب عیسی علیه السلام است. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. چون حواریان گفتند ای عیسی پسر مریم آیا پروردگار تو می تواند که خانه از آسمان برای ما فرو فرستد؟ گفت اگر مؤمن هستید از خدا بترسید. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. گفتند میخواهیم از آن خوان بخوریم و دلهای ما آرام گیرد و بدانیم که با ما راست گفتی و بر آن از گواهان باشیم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی پسر مریم گفت بار خدایا ای پروردگار ما برای ما خانه از آسمان فرود آر تا که برای ما و برای اول و آخری امت ما ایده و معجزه از جانب تو باشد و به ما روزی ده و تو بهترین روزی دهندگانی. قال الله إني منزلها عليكم
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خدا گفت من آن را بر شما فرود می آورم، لیکن هر کی از شما بعد از این کافر شود، پس من او را چنان عذاب کنم که هیچ یک از اهل عالم را آنچنان عذاب نکرده باشم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب. و آن وقت که خدا گفت ای عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادر مرا بجز خدا دو معبود گیرید؟ گفت با پاکی تو را یاد میکنم، مرا نسزد آنچه را بگویم که لایق من نیست. اگر آن را گفته باشم تو آن را دانسته ای. تو آنچه را میدانی که در نفس من است و من آنچه را نمیدانم که در ضمیر تو است. به درستی که تو داننده امور پنهانی هستی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. من به آنها چیزی نگفتم مگر آنچه تو مرا به آن فرموده بودی که خدا پروردگار من و پروردگار خود را پرستید و مادام که در میان آنها بودم بر آنها نگهبان بودم. پس وقتی که مرا برگرفتی یعنی به آسمان، تو خود بر آنها نگهبان بودی و تو بر همه چیز گواه هستی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر آنها را عذاب کنی آنها بندگان تویند و اگر آنها را بیامرزی تو غالبی استوارکار هستی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خدا گفت این روزی است که در آن راستگویان را راستی آنها نفع کند، برای آنها بوستان‌های باشد که زیر آن جایها می رود، در آنجا همیشه جاویدانند. خدا از آنها خوشنود شد و آنها از خدا خوشنود شدند. این رستگاری بزرگ است. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است از آن خدا است و او بر همه چیز تواناست.